سلام، از یه ولاگ دیگه. امروز میخوایم بریم با هم دیگه خرید کنیم. عطر نیاز دارم، کادوی چند نفر رو باید بگیرم و شاید بازم چیزای دیگه ببینم خوشم بیاد بگیرم. واسه همین بیایم با هم بریم ببینیم چیزایی که میخوام رو پیدا میکنیم یا نه. بریم که آنباکس کنیم خریدا رو. سلام. خب من دیروز نتونستم ویدیو آنباکسینگ رو بگیرم بخاطر اینکه خیلی سر صدا بود توی خونه، ولی بیاین الان بریم ببینیم که من چیا گرفتم. اول خریدی که از بوکلند داشتم، البته اینو من دیروز نگرفتم، اینو من چند روز پیش گرفته بودم دوباره از همون بوکال سانا و این یه پلنرش خیلی هم خوشگل بود، همین که به نظرم خیلی کامل بود. اینجا یه قسمت اول داره که چیزای مهم رو بنویسیم، بعد دیگه شروع میشه هر ماه، بعد اینجوری هر هفته یه قسمت پلنر هفتگی داره، بعد اینجا عادت هایی که میخواین انجام بدین و مثلا حالت ردیابی کنید که چند روز در هر ماه انجامش میدین مینویسیم، بعد تیک میزنیم که چه روزایی انجام شده. بعد میایم اینجا یه قسمت داره که لیستای مختلف تشکیل بدیم. بعد خیلی پلنر کاملی بود به نظرم و کامل الکی نبود، کاملی بود که کاملا میشد ازش استفاده کرد و چیز به درد بخوری بود، یعنی قسمت اضافه نداشتش. بعد اینجا ماه شروع میشه دیگه، هر ماه هم که شروع میشه یه قسمت پلنر ماهانه داره اینجا. بعد میره جلوتر روزانه پلن مینویسیم، برنامه ریزی میکنیم و اینا. و آره فکر میکنم دیگه قسمتاش هم اینا بود. خب هر ماه هم دوباره همین این تکرار میشه. یه قسمتی هم داره که به صورت این شطرنجی که حالا هر نوتی چیزی میخوای توش بنویسی. و یه چیز باحالی که داشت این بودش که آخرش استیکر داشت، یه صفحه استیکر داره، یه سری استیکرهای مختلفه شکل قلب و ایناست، بعد یه سری نوتای کوچیک نوشته. بعد آره خیلی به نظرم پلنر باحالی بود و خب من الان 2 ساله که به صورت سالانه پلنر میگیرم و واسه پارسالم گرفته بودم، خب خیلی بهم کمک میکرد و دم دستم بود و اینا. دیگه امسالم رفتم که بگیرم، اینی که دیدم از همشون قشنگتر بود. بعد چیزی که دیروز از بوک هال گرفتم، اینو بزن بازش کنم بسته بندی شد، یه ماگ، البته این برای من نیست، برای که دوستام گرفتم و خیلی به نظرم ماگش کیوت بود و به نظرم چیزی بود که این دوستم خیلی خوشش میاد و خیلی سبک اونه و خیلی این چیزایی اینطوری خوشش میاد. بعد اینجا دیدم که چیزایی مثلا دونات و نوتلا و عسل و کروسان و این قهوه ساز چیه گذاشته. بعد به نظرم خیلی چیز باحال و کیوتی بود و اینو خیلی دوست داشتم. اینم برای اون گرفتم و میریم سراغ خرید بعدی که از داروخانه اینو گرفتم. اسپرش خیلی خوشبوه و روش رو نگاه کردم ننوشته بود که ترکیب بویش دقیقاً حالا گل و میوه و ایناش چیه، فقط یه سری چیزای شیمیاییش رو نوشته بود، ولی بوش خیلی خوبه و من از این برنده نگرفته بودم. من رفته بودم که داو بگیرم چون صورتی داو داشتم و خیلی بوش خوب بود. بعد آبی پررنگه رو گرفتم از داو، اصلا دوست نداشتم. بعد رفتم که دوباره همون صورتیه رو بگیرم، نداشتش و اینو گرفتم. برندش آدرویته
و ایرانی هم هست ولی خیلی بوش خوب بود. خرید آخر که به خاطر این در واقع این و حالا اون ماگی که گرفتم رفته بودم خرید. میرسیم به چیزی که از جینبس گرفتم. عطر. این عطره این 024شه، جوتی جینز اسم برنده ولی خب مال همون جینوسته دیگه. عطرای جینوس یه خوبی که دارن ماندگاریشون خیلی خوبه، یعنی مدلای دیگه هم اطرافیان من داشتن ماندگاریش خیلی خوبه و من اول نرفته بودم که از جینوس خرید کنم، من رفتم کتون که بگیرم، ولی عطرا که توی کتون بود اون سایزای کوچیک تنوعش خیلی کم بود و من بوشو اصلا دوست نداشتم. بعد رفتم اینجا دیدم که تو اون سایزی که میخوام خب عطرا که داره هم تنوعش زیاده، همین که واقعا بوهاش قشنگ بود، بوش خیلی خوب بود. حالا عطری که گرفتم اینه که خیلی بوی ملیح و شیکی داره و یه بوی حالت روز و اینا هم توشه، بوهای میوه‌ای ولی گلی هم داره توش. من حالا خیلی دقیق نمیدونم که این نوت میانی و پایانی و این داستانا چجوریه، ولی این خیلی بوش خوب بود. بهتون پیشنهاد میکنم که بگیرین و خوبیش اینه که کوچیکه، توی کیف و اینا میشه گذاشت و من چون کیف کوچیک اغلب دستم میگیرم خب این جابجایی عطر خیلی برام راحت تره. و آره این از خرید این دفعه و شما بگین که قبل عید به نظرتون چه چیزایی لازم میشه که برای سال جدید خرید بکنیم، به هم بگین که ببینم اگر چیزی هست که از دست من در رفته برم حتما خرید کنم و ولاگشو بگیرم. فعلا